همداران عزیز دوام میتیم نوار رو از باغ اکای عثمان. اولوی نوی ونگرکا میگه. اولوی نوی ونگرکش خیلی دراز نه. آبش کم از رنگ خربوزه میشه، آبش کم است، آخر بعد شیرین میشه ده. اینم خاص روسیلای بزرگی را خارجانا میره اینو. بزرگی داخلی ده میره. همین آدما اشما پیشه که زکات کنن یک سال پیش شما نیهول پرورش کرد فروخته میتونید با اونها؟ میتونید نه کرده. همداران عزیز من هم به شما نشون میدم اولوی ونگرکا. این من سال گذشته تابستان نوارش رو نشون داده بودم، به نهایت زیاد بستگی بود. بخوای این نهال ها رو هم اکم ببینید که هم قدر دراز 1 کیلومتر رفتگی باشد. اگر چند متر اکا؟ 350 متر. 350 متر رفتگی همه درخت ها رو هم خیلی بریده. نهال ایداش 6 مترش نونگی ما. همه رو بریده به شکل در آورده، الکی تگش رو دهنی فرنگ رو با آهک آمیخته کرده، بریده تیار کرده مانده است برای سال آینده و بخش رو اینچنین پوبل کردیدم بخش رو. لیکن بخش رو کم پوبل کردید. این ریشه رفتگی از 4 متر باید شما اینجا جفت کرده پرتایت فکری مانده. بیده است اینجا؟ خب بیده نگیره چی یا بیده گریستن در کار؟ بیده هم در کار می؟ انا یک جای دیگر همداران عزیز، انا اینجا بیاید درباره این کسلی گپ زنید. این چی کسلی است برای چی شما اینجا کراسکا کردید؟ این پوست پارتوفتگی است. این نوک است. نوک کمتر نزدیکتر است نظر به سیب و اولوها. خب دیگه کسل بسیار میچسبه. نوک با. کسل بسیار داره اینا. همین چی کسلی که من این پوست کفیدای. پوست دیده دو جهان کفیدای. من اینجا دم. این چی کسل باشه؟ این کسل روست دیگه بیوراپیسکی رگ میگن اینا. این وقتی که ای پیتوم میگم دیگه این ما این نهولای ای بزرگ خریده بودیم روست دیگه اهمیت ندادیم رفته بعد همین کسل آفجیوف بعد دیرتر فهمیدیم انا کوزی بو تبوبات کردیم اینا. این چی بناک نشد که همین ارشش بریده پرتوی دو همین خلاص شوید سوزونده. کردن در کار بود. ارشش کنده ها؟ در همین حالت برای بسیار نرشد خوبش که ارشش کنیم و علاوه کنیم پرتویم. دیلمون نسوزد. شما کمتر خصیصی کردید بگمونم ها؟ همین سال میوهش رو گیرم گفتید. نه اکا این کاری شما خیلی من فکر میگم نادرست. همداران عزیز انم خیلی که میهولتون کفید و حتما پوست کی کفید حتما و یا کندن نیست کنید. این موزی تابلت که هسته اوسوپارین اوای امو یکی سپری هسته برای تبوباتش ما اوای چی کردیم کورکار کردگیم اینا. هنکنی صحت میشود یا نه ها؟ باید صحت شود. انا همداران عزیز درباره یک کسل دیگه هم به شما گفتیم. من همین کسل یوروپیسکی رگ بوده است. اساسا نوک رو میچسبیده است. نوک رو پوستش رو دوکافون میکرده است. است که پوست منوای ها چوبش برومدگی پوست دوکافون شده است. بگو جو. من اکم با چیزی دیگه نشون دادنی بگو. اساسا مودا او با هوا که گرمتره بسیار وقت میدانیچه میزند میدانیچه میگن اسلاک مودا توجیکو اسلاک میگن زبون روسی که میدانیچه میگن این میدانیچه کسلام حشرات است اینا زمستون فقط کورگار میکنی اما تخمیشایو اچاگ میگن جوی اچاگ مرکزش جوی خوبش میکشی این دهوز این از معلوم نیست میدانیچه در کجاش است نه این معلوم نیست فقط امو توستون بهار در وقتی گلده بعد پایداش شما گویید که انا پوست چی بمیکفاد انا اینجا چی بمی این پوست کفیدگیش این پوست کهنه پوست پورسلان میپرتوه تک با پوستی نو میکنه این کسل نیست نه این کسل نیست این کسل نیست این کسل نیست روز اسنانوی موده همین نوک رو اساس میدانیچه هست یا رک است بعد اجاگوی هست که رکا وای برگ خیلی سرش خام میشود پژمرده میشود وقتی گل پیدا میشود و نماشی وای باکتریال اجاگ میگن وای باکتریال و صحت کرده میشود و صحت کردن نمیشود یگون کس گارانتی نمیده و بریدگی سر نکن فقط بریدن نکن وقتی که همو بهار پیدایش میشود اگر در همیشه پیدا شدگی باشه 20 سانتی متر پایان قایچکارا میپرتویی اینا مو بهار نشون میدیم ها اگرانوی اسپسیالیست ها هستن تو خورده میگردن هم بغدا همو
دیدن havaya darhol çıkardan metal. و همه سوزونیدن burada. Burada sezonlar. همداران عزیز من با یک درس دیگر بود با میریم دیگر جو کنی ببینیم چی گپ است با شما پیشنهاد میکنم رحمت اکای عثمان Adam hammaş nokay. همش نوک این چی سورتی نوک است کا Nokoy izumrudni meganina. izumrud نی این بزرگیر است Nokoy Rusya. نوکوی رسی است Dehat bozorgire. از این بهت بزرگیر است از این شما نهالش فروشی داره یا نداره Hol furuşi hasta. هسته چند پول میفروشم خدا خواهد 25. بنیهاد نقص کرده اید شما بنیهاد ارزان کرده اید برای خلقی برای گروه Kayvan o tarafları. انا کسی برکه بود همه طرفداری من این ازمرودی نوکم 25 تومانی بود است هم دوران عزیز من در پناه خدا باشید با گروه انگور بابا باشید یگان سوال شد مراجعت کنید